سخن یک آدم اهل غفلت بر اساس یه اندیشه، یک منظور خاص که گفته نمیشه. آدم پوک، آدم بی فضیلت حرف میزنه دیگه، جدی نگیرید. گفتگوی اهل غفلت قابل تعویل نیست. خواب پای خفته را تعبیر کردن مشکل است. خواب رو تعبیر میکنن، یه تعبیر خواب داریم. این نفر خواب میبینه، بعد ما میگیم خوابش معنیش اینه، این تعویل رو داره. اما پا هم میخوابه یه وقتایی، دیدید؟ تو فشار قرار بگیره، روش بشینیم، تکون نخوره، پای آدم خواب میره. بعد میگه خواب پا رو که نمیشه تعبیر کرد. مثل آدمی نیست که خوابیده باشه، خواب دیده باشه، بعد اون وقت شما تعبیرش کنید. پس اهل غفلت رو زیاد جدی نگیرید. حرف که میزنن حرفشون تفسیر نداره. مثل خواب پاییه که خوابیده. پایی که میخوابه خوابش که قابل تعبیر نیست.